Hello, welcome to Amazing Gear on YouTube channel. To support us before watching the video, please subscribe to the channel, like the video and hit the bell to be notified of our new videos and share your thoughts with us in the comment section. This 2,500 years old underground city, discovered in 2022, belonged to one of the ancient Persian kings, Cyrus. It is a three-story underground city with 80 water wells and 80 prayer niches on each floor, all situated on the right side of the entrances. Despite being 4 to 25 meters underground, the city has excellent ventilation. The underground city ceiling is 1 meter and 30 centimeters high, designed as both a temple for worship during peacetime and a shelter for women and children during wartime. The triangular, meticulously engineered columns support the underground city. A beautifully crafted escape route leads from a tunnel 2 kilometers west of the underground city. The city comprises 11 halls, each serving a specific purpose. Now, let's delve into the comprehensive details provided by an Iranian archaeologist. Then you can see Iron Guard underground city in the video. ضمن عرض خوش آمدید. امیدوارم که از بازدیدن شهر زیرزمینی لذت ببرید. شهر زیرزمینی کرد اولیا 20,000 متر وسعت داره، 80 ورودی داره به زیر زمین، 80 حلقه چاه آب سمت راست هر ورود. روی اینجا آقای دکتر زند، آقای دکتر علیان و پروفسور باستانشناسی از فرانسه نظر داده و نظرشون بر این هست که اینجا در ابتدا، یعنی در دوره هخامنش، به عنوان معبد یا پرستشگاه استفاده شده، برخلاف اماکن متبرکه ما الان که به راحتی دسترسی پیدا میکنیم. در دوره هخامنش معابد یا در ارتفاعات قرار داشته یا زیر زمین، پس قرار نیست هر کسی حضور پیدا کنه و کوتاه بودن به دلیل ریاضت و تعظیمه. دو اینکه این نوع معماری سنگ‌های خشک بدون ملات نوع معماری هخامنش هست، ضمن اینکه این نوع معماری ها در دوره هخامنش، اشکانی و ساسانی اجرا میشه. از کجا مشخصه که اشکانی هست، اشکانی ساسانی هست یا هخامنش؟ در دوره هخامنش این نوع معماری ها سنگ‌های خشک بدون ملات در سطح شیبدار کار می شده، اما اشکانی ساسانی در سطح تراز کار می‌کرد. پس به این دلیل معماری هخامنش. بعد اینکه چاه‌ها مستطیلی شکل احداث شده، باز دوباره نوع معماری هخامنش و چیزی که خیلی مستند هست و ما به راحتی امروزه داریم سنگا معرفی میکنیم. ما توی اینجا 80 محراب داریم که دقیقاً این زاویه توی سقف همه اونها رعایت شده، این دو بالا هم وجود داره، اما با این تفاوت که این محراب با محرابای ما الان تفاوت داره. محرابای ما الان با هی جیمی هست، این محراب با هی دو چشمه. محرابای ما الان با هی جیمی تلفیق از جنگ داره، از حرب میاد. این محراب با هی دو چشم یعنی مهربانی و مهرورزی. و تنها در دوره که آب قداست داشته و جایی که آب نگهداری می‌شده محرابی شکل می‌ساخته دوره هخامنش بوده، آیین مهرپرستی. چرا؟ چون نظر بر این داشتن، اعتقاد بر این داشتن که اگر آب آلوده بشه انسان به آگاهی و کمال نمیرسه. از این رو جایی که آب نگهداری می‌شده محرابی شکل ساخته می‌شده که ناگزیراً سنگ آب داره معرفی میشه.